با سلام به بینندگان عزیز، برنامه این هفته رو شروع میکنیم. آیه دکتر شما سوالی نداری؟ چی گفتی؟ دوران سوال کردن من تموم شد دورانی که شما مهمون باشین و من مجری. سوال بی سوال، فقط جواب. اگه بعد از این همه سال من هنوز سوال داشته باشم به درد لای جرز میخورم آی دکتر، اون هم توی این شرایط که هر سوالی پته نظام رو میریزه رو آب. آفرین، خیلی خوب شروع کردی. باریکلا. خیلی ممنونم بابت تشویقتون های دکتر. خب ولی دیگه لوس بازی بسته، برو سر سوالات. سوالات؟ حتما باید تو رو روشن کنم تا شروع کنی. آها، اما سوال اول و آخر اینه که چه خبر از آخرین روند دعوای حاج آقا رفسنجانی با مقام عظما؟ داستان شوتی زربازی کردن عظما و حاجی رفسنجانیه. این میزنه تو زمین او برمیگردونه تو زمین این. تو پرمیر لیگ این هفته تیم حاجی رفسنجانی یه بازیکن جدید وارد میدون کرده. آیه دکتر رسما ازتون درخواست میکنم، تمنا میکنم که اسمی از هادی خامنه‌ای برادر مقام عظما که تو تیم حاجی رفسنجانی ثبت نام شده نیارین. حیثیت مقام عظما رو به باد میده ها. باریکلا به این شم استراتژیکی. خود من خب نمیخواستم اسمی از هادی خامنه‌ای بیارم، ولی بعدها خوب شد که تام یادآوری کردی که دیگه چهار میخه شد. ولی سر و سه بگم، وقتی که همش تو سریه خب تو اندرونی دعوا میشه دیگه. حکایت همون دوتا شوت است که رفتن هواپیما بدزدن، هواپیمای خالی دزدیدن بدون مسافر. گفتن خب حالا اگه با خواسته ها موافقت نکنین ساعتی یکی از خودمون رو میکشیم. حد آیه دکتر یه کمی بیشتر توضیح بدین، حالا که سر بحث باز شد اقلا شاید بسیجیه و دلواپسا یه چیزی بره توی کلشون از این وضعیت زار و نظر در بیان. آیه دکتر دلت خوشه. اونا از این بحث ها که چیزی نمیفهمن. مرحوم بابی همیشه میفهمودن. بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که تو قطار بعد چند ساعت که قطار حرکت کرد یارو برگشت به اون جوونه که بغل دستش نشسته بود گفت خیلی ممنون که تلاش کردی با من صحبت بکنی که حوصله‌ام سر نره، ولی من کرم هیچی نشنیدم. جوونه گفت برو بابا حالت خوشه، داشتم آدامس میجویدم. ساکت شو، روشن شو. دکتر قبل از برجام و اینا اوضاع یک کمی کمتر داغون بود. خب چرا الان بر نمیگردیم به همون روزا، به همون وضعیت داغون؟ راضی هستیم آیه ببره ماشین نیست که دنده چاک کنه بذاره دنده عقب برگرده سر جای قبلی. حکایت مشنگه است که میگفت این پشه ها قبل از اینکه لامپو ادیسون اختراع بکنه دور چی جمع میشدن؟ الان هم خب برن همونجا دیگه. تو تهش داری میگی حالا که بمب اتمی رو کله عظما خراب شده برگردیم به همون روزای اول که تازه آرزوی بمب میکردیم. خبر نداری مقام عظما خیلی آرزوها داشتن که با بمب اتمی برآورده میشد ولی نشد که بشه. یه فیلسوف بزرگی میگه یا به اندازه آرزو تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کن. ترجمه بسیجی فهمش میشه که اگه ارزه نداری یه غلطی بکنی غلط کردی، بعد که بی ارزه که غلط اضافه میکنی. آی دکتر فوش ندین. حیف قربونه برم. حالا یه راهی برای خروج از این بنبست نیست؟ چرا؟ مقام عظما در ملاقات خصوصی که اخیراً داشتیم یک راهنمود داهیانه دادن. گفتن رمز موفقیت استراتژیکی و خروج از بحران 3 تاست. هی نگاه کردیم آخرش گفتن چیه نگاه میکنی؟ خب اگه میدونستم که خودم تو این وضعیت بدبختی نبودم. آب بخندی. ببخشین آیه دکتر حرفتون خیلی قشنگه ولی تأثیرگذار نیست. یکی رفت سوپری دید جلو مغازه نوشته اینجا مجهز به دوربین مداربسته است. گفت که این دوربین مداربسته کجاست؟ طرف اشاره کرد به قاب بالای سرش که روش نوشته بود وجدان. گفت این بهترین دوربین مداربسته دنیاست. حرفش خیلی تاثیرگذار بود. طرف همینطوری که داشت اشک میریخت چند تا چیپس دزدید تو راه خونه خورد و هی اشک ریخت. منم صحبت شما همینقدر تاثیر داشت. آیه دکتر بالاخره با اجرای برجام وضعیت نظام درست میشه یا با به هم ریختن کافه و لغو برجام؟ این بحث از بحثای طبقه بندی شده نظامه. فکر کردی پشت درای بسته مثلا سر چی به هم دیگه فوش میدن؟
منم سربسته حالیت میکنم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که مشنگه گوششو پانسمان کرده بود. رفیقش دید گفت خدا بد داده چی شده؟ مشنگه گفت هیچی، گوشم درد میکرد رفتم کشیدمش. بعد این رفیقش گفتش که خب همین کارا رو میکنی که برات حرف در میارم میگم مشنگه دیگه، اقلا میدادی پرش میکردن. ساکت. دکتر یه نامه بلند بالا داریم با امضای نقدی و جواد لاریجانی و علی لاریجانی و صادق لاریجانی و یک مش از همین اینها هستن که تعدادشون هم کم نیست. اینا گفتن که آی دکتر ما فهرست مختصری از مشکلات و بدبختی های نظام رو براتون میفرستیم، شما مشخص کنین که کدومش اصلیه که همه به اون بپردازیم و اینقدر مثل سگ به هم نپریم و پاچه همدیگه رو نگیریم. بالاخره بدبختی ما توی تداوم تحریمه یا اینکه تو جمع شدن کاسوکوزه هسته‌ای یا انتخابات خبرگان و مجلس و اینها یا دعوای حق و ناس یا تظاهرات مردم یا باید بریم تو عراق و یمن و عربستان یا مثلا زندانی شدن آمتی حاجی رفسنجانی اینا یا زبون درازی شیخ فری برای مقام عظما و میرم همجوری داری میری جلوان خودت بی طور واسه چی میزنی؟ من که کار خودمو کردم، من مجریم باید سوال کنم، اینم سوالاتم، شما که باید جواب بدی چی داری نشون میده آی دکتر؟ بعد تازه روشنم میکنی. الان که من روشنم تو خاموشی، به خاطر همینه که نظام توی وضعیت خاموش کرده. قربون دم در آوردن تو داری خرجش میکنی واسه آره باز چی؟ تلس باز باشی کسی تو واسه زبونت شده. آخه قربونت برم تو باید خودت روشن بشی تا بتونی نظام خاموش روشن کنی. مقام